درباره تکنیک هم یه مقدار صحبت بکنیم. 5 دقیقه بیشتر بشه، فقط به خاطر تنوعی داشته باشیم 5 دقیقه میشینیم و این هم دنبال میکنیم. خیلی خوشحالم که اینا را دنبال میکنید و با ما هستید. قبل از این دوستان سوال کردن که این تکنیک باید یک زمان خاصی برای این گذاشت. اینا فقط از نظر تئوریه که ما اینا رو انجام میدیم که توی خونه انجام بدید، ولی خب تکنیک دادن و انجام دادنش باید یک محیط بسته و هم حالت خود به خود بودن نیست. ولی همینم که اینا رو ما یه اشاره میکنیم میتونید توی خونه اینا رو انجام بدید. خوبه. میتونید یه جایی رو انتخاب بکنید، جایی بسیار ساکت، آروم، و البته شما خودتون چون در این زمینه تبحر دارید، کار یوگا رو هم انجام دادید، زیر نظر ولی میرچی عزیز و بیبی روزا کار کردید، اینا رو میتونید. ولی این تکنیک رو فقط 5 دقیقه همینی که هست. حالا تکنیک های خاص خودتون رو میتونید دنبال بکنید. چشا رو میبندید و نفس را به طور کل هر چی هوای بیرون یا عنصرهایی که در هوا هست اینا رو از طریق بینی وارد نای میکنی و ششها رو پر میکنی. در عین حالی که دارید اینا رو انجام میدید باید به صورت تصویری باشه، یعنی هم اینا رو حس بکنید و هم اینا رو دنبال بکنید. حالا تصویر سازی رو توی اون موضوع بعدمون که هست اونا رو یه مقدار توضیح میدیم. پس چشا بسته، تمام هوا را از خیلی آروم از بینی وارد نای دنبال میکنیم و ششها را باد میکنیم، درست مثل یه بادکنک که یه حالت ارتجاعی پیدا بکنه. بعد دوباره این هواها را خالی میکنید و بعد از طریق دهان بیرون میارید. البته به ما میگفتن در محیط آزاد باید این با صوت باشه، باید داد بزنید، البته نه در خونه اینا که بله. حالا چشا رو میبندیم و یک مدیتیشن 5 دقیقه 4-5 دقیقه رو انجام میدیم. بله، چشا بسته، نفس از طریق بینی خیلی آروم دنبال بکنی. این تصویر ذهنی خیلی تأثیر گذاره، اجازه نمیده ذهن به انحراف بره. بله، از طریق نای وارد ریه میشه و ریه ها را پر میکنه، باد میکنه. و دوباره از همون راه و از دهان خارج. بسیار خوب، بسیار خوب. बहुत अच्छा به قول اندیا. قسمت دوم هم میگیریم میخونیم و اینا با صدای بلند. اتفاقا آره به ما میگفتن که در ابتدا در محیط آزاد
این کار رو انجام بدید و بعد وقتی که برمیگردید به خونه نگاه میکنید ببینید نفس‌ها چقدر ملایم شده. معتقد از آن اینه که نفس‌ها رو به این صورت میگیرید دوباره بار دوم هم همینطور چندین بار اینو به صورت 10 دقیقه 50 یک بار دیگه اینو تکرار میکنم براتون. ببین اینو از راه بیرون، البته توی محیط باز، باغ جایی باشه جناب، نه شما رو جایی که بهش، بله اینجا که محیط بازه اونجا، بله منظور اینه که جایی که هستید توی خونه، چون اگر کار بکنید ببینید همه همسایه ها رو دوباره به خودتون، بله بله. خب ممکنه آره جدی. خب اینو از کجا این تکنیک رو از کجا گرفته؟ همین زن بوده دیگه ها؟ من از توی یوتیوب درسته ها. خب حالا شما هم میتونید همونطور به صورت ملایم اگر میگیره اونا برای کسانی که آره ما که اون موقع بعد مرتبی کار اگر انجام بدید، اون این تکنیک دنباله اون تکنیک وقتی به صورت ملایم انجام بشه ببینید بله اون سختی در واقع یه نوع سختی داره ولی بعد یه حالت خیلی ملایم پیدا میکنه. حالا یک بار دیگه اینو ببینید از راه بینی اینو چند بار 1 تا 10 شمارش. خب این استادای زن به ما گفتن، من از خودم در نیاوردم ولی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه چون بعد به حالت عادی نگاه کنیم ببینید چقدر ریفاین شده نفس، خیلی راحت این انجام میشه. بنابراین این خارج از خونه یا معبد یا هر جایی هست سربسته، خارج از یک محیط سربسته و بعد دوباره برمیگردید. خیلی ممنونه چون بله تو پارک جایی باشه که بله میبینید یه جایی که فقط خودتون باشید و صدای خودتون رو شنیده باشید. بله بسیار خوب. دنبال این تکنیک رو میگیم. انتخاب یک محل، البته ببین حالا این تکنیک رو چگونه آغاز بکنیم. انتخاب یک مکانی رو انتخاب میکنید. حالا یا اتاق، ممکنه اتاق خوابتون باشه یا ممکنه زیر یک درختی باشه ولی کاملا ساکت. یعنی اگر برای 5 دقیقه یا 10 دقیقه انتخاب کردید که اینا رو انجام بدید، این مکان رو انتخاب کنید و به اون مکان بچسبید. از نظر روانشناسی خیلی مهمه. زمانش هم به عهده خودتونه. میتونید ابتدا 5 یا 10 دقیقه در واقع ذهن را میفریبید. یعنی حالا توی قسمت بعد درباره فریب ذهنم صحبت میکنیم. حدود 5 دقیقه یا 10 دقیقه بهش میگید 5 دقیقه بیشتر نیست، ولی در ادامه اینو میتونید تمدید بکنید، نه اکسپایر. بعد به این صورت شما هم از نظر مکان هم از نظر زمانی هم که انتخاب کردید باز به اون زمان بچسبید. یعنی هم مکان و هم زمان. وضعیت نشست هم که کم و بیش میدونید وضعیت 4 زانوی معمولی داریم، وضعیت نشست فول لوتس داریم یا نیلوفری یا کامل، نیمه نیلوفری داریم، نشست برمه‌ای داریم و روی صندلی. البته روی صندلی وقتی میشید کمر باید کاملا راست باشه. اما قبل از اینکه بله بفرمایید. بله اینم میتونه. این ببین از نظر روانشناسی یعنی در واقع ذهن را عادت میدید به مکان، عادت میدید به زمان.
نشستم که هر نوع نشستی رو که انتخاب کردید همون رو دنبال بکنید. بله. خب اما قبل از این که این تمرین ها رو انجام بدیم باید از ابزارهای شتاب دهنده استفاده بکنیم. حالا اگر از یه شخص معمولی بپرسیم که مدیتیشن چیه، خب میگه که بشینید چشاتون رو ببندید و نفس بکشید میشه مدیتیشن. خب تا اندازه ممکنه این معقول باشه ولی تأثیرگذار نیست. باید ابزاری باشه، ابزار شتاب دهنده باشه که اونو به پیش ببره. برای مثال شما دوچرخه‌های مکانیکی رو در نظر بگیرید، با دوچرخه‌های الکتریکی جدید با نصب یک موتور سرعتشو زیادتر، یعنی شتاب میده به اون دوچرخه‌های مکانیکی، ابزارهای شتاب دهنده. بنابراین نتیجه میگیریم که قوه محرکه، ابزارهای یک قوه محرکه است که شتاب میده به هر وسیله. فقط در رابطه با دوچرخه ممکنه کشتی هم باشه، ممکنه هواپیما هم باشه، به هر حال ابزاری شتاب دهنده. این ابزارهای شتاب دهنده در مدیتیشن هم نقش دارن. بهشون میگن اوپایا به زبان پالی و به زبان ژاپنی هم بهش میگن هوبن، یعنی در واقع مهارت، خلاقیت، شتاب. خب بدون استفاده از این ابزارها رسیدن به مدیتیشن یا هدف یه مقدار زمان بره. حالا استفاده از شعور، اینایی که در گفته میشه تمام ابزارهای باز شتاب دهنده است. شعور آگاه، ناخودآگاه و حافظه در این رابطه، در رابطه با مدیتیشن یا ابزارهای شتاب دهنده چه نقشی دارن؟ شعور آگاه یه بخشی از ذهن که مسئول منطق و استدلاله. مثلا اگر شما بپرسن 2 به علاوه 2 چند میشه، این شعور آگاه است که حسابرسی میکنه. شعور آگاه تماما در زمان حال و زمان حال گسترده است. وقتی که تمرین انجام میدیم، تمرین ما در شعور آگاه انجام میشه. من دارم نفس میکشم، من دارم شمارش ها را دنبال میکنم. این تثبیت در شعور آگاه است. بنابراین از شماره‌ها که استفاده میکنید و از نفس‌ها که استفاده میکنید، این در شعور آگاه انجام میشه. تمرینات تنفسی ما در بخشی به نام حافظه ضبط میشه، یعنی وقتی که در شعور آگاه انجام میشه بخشی از اون میره وارد حافظه میشه. بعد حافظه رویدادها رو زیاد تو خودش نگه نمیداره، اونا رو میفرسته به قسمت بایگانی ذهن که بهش میگن ساب کانشس یا ضمیر باطن، ناخودآگاه یا نیمه هوشیار. در واقع اگر برای مثال شاهد یک تصادف هولناکی بوده باشیم یا اینکه در اون شرکت کرده باشیم و اگر شخصی از ما درباره اون سوال بکنه، ممکنه کمی حافظه اینا رو بتونه بیان بکنه، اما در قسمت ناخودآگاه میمونه. برای همینه که در هیپنوتیزم خواب کننده اینا رو از تمام شعور ناآگاه بیرون میکشه و در معرض دید قرار میده. در نظریه فرویدیسم به صورت پیسیک آنالیز انجام میشه که از اونجا، یعنی تو انبار ما، انبار تمام رویدادها اونجاست که از اونجا کشیده میشه. بله. بنابراین حافظه چندان جوابگو نیست و اون ضمیر باطنی که در اونجا درست مثل انباری که تمام چیزها با اون واگذار میشه و بعد وقتی که میخوایم اونها رو از انبار بیرون میکشیم. خب تصویر ذهنی یا عبارات تأکیدی باز اهرم‌های شتاب دهنده هستند. تصویرسازی، تصویر ذهنی یعنی خلق یک تصویر توسط خودمون یک تصویر رو خلق میکنیم، به وجود میاریم. البته اینا همه جنبه‌های روانشناس هست. عبارت تأکیدی یعنی همون تلقین به نفس هوشیارانه، اما تأثیر اینا متفاوته. تصویر ذهنی و عبارت تأکیدی
در اثر تکرار هر دوشون به ضمیر باطن میرسه و در اونجا میمونه. بعد از پذیرش یا تثبیت در ضمیر باطن در جای دیگه خودشو نشون میده. بنابراین هر دستوری که با احساس عمیق همراه بشه و به ضمیر باطن برسه و ضمیر باطن، این خیلی مهمه، اونو بپذیره، حتما به اون پاسخ میده. درست مثل همون نیوتونی که بله جمع شد و با یک تلنگر به اون آگاهی رسید. یعنی وقتی توی ضمیر باطن کاملا جمع میشه و جای خود در جایگاه خود در زمان خود اونو به بیرون منتقل میکنه. دکتر ماکسول مالتز یک جراح پلاستیک بود، یعنی تغییر چهره. بعد به روانشناسی روی آورد و تصویر ذهنی را بهش خیلی اهمیت داد. بله توی این به فارسیش هم بیرون ده ماکسول مالتز تصویر ذهنی یا سایکوسیبردگی. دکتر مالتز ثابت میکنه که ضمیر باطن یک سرو مکانیزمه، سرو مکانیزم خلاق که از مغز و اعصاب تشکیل شده و این مغز اعصاب ایجاد قدرت تخیل میکنه و این قدرت تخیلی که میتونه شتاب بده به اون خواسته های مادی ممکنه باشه یا خواسته های معنوی. ذهن ناهوشیار درک و تفاوت بین دنیای واقعی و خیالی هیچ براش تفاوتی نمیکنه، هر اون چه به خوردش داده بشه همون هم پاسخ میده، به طوری که در هیپنوتیزم سوژه یا عامل سوژه را به خواب مصنوعی فرو میبره و در یک هوای بسیار گرم به او القا میکنه، به سوژه القا میکنه که در یک سرمایه سوزانه و خیلی هم سرد و سوژه شروع میکنه به لرزیدن. بنابراین برای ضمیر باطن هر اون چی که به اون داده بشه و با احساس به اون داده بشه بر اساس همون عمل میکنه. به همین دلیل روانشناسان باور دارن که البته اینا به صراحت میگن که اگر کسی چیزی در ذهن داشته باشه، اونو تخیل بکنه، به اون باور داشته باشه و برای رسیدن بهش تلاش بکنه، حتما به اون خواهد رسید. این 5 دقیقه هم درباره کندالینی خیلی سریع صحبت میکنم. بشرم از دیرباز یه انرژی خاصی در درون هر کسی کشف کرد که اونا یا به خدایان ربط میداد یا به رب النوع و تمام قدرت ها به جز خودش، تا اینکه در فلسفه بودیسم و هندویزم اونو کشف کردن، بهش گفتن پرانا شاکتی یا کندالینی. کندالینی انرژی خفته است در درون همه ما و به طور یکسان. اسمای گوناگونی هم داره و در روانشناسی بهش میگن خلاقیت یا ذهن برتر یا خودشکوفایی. در ژاپنی بهش میگن ساتوری، به چینی بهش میگن کیشی، بعد به فارسی هم که همون اشراق، به سانسکریت هم بهش میگن دایانا. انفجار کندالینی یا ترکیدن کندالینی یا باز شدن کندالینی هم میتونه در قلمرو علمی باشه، در قلمرو علم باشه و هم معنویت. علم یوگا، زن، تانتریک بودیسم، روانشناسی به اون دسترسی پیدا کرده. بنابراین اون چی در زندگی بسیاری از مردم اتفاق میفته و زندگی اونا رو در رابطه با معنویت و موفقیت تغییر میده، همون بیداری کندالینیه که در بن ستون فقرات قرار گرفته بین سوادیسان و مولادهاراست و باید با اهرم مدیتیشن این باز بشه تا بتونه چاکراها را باز بکنه و به ساحاسرا را برسه که ما اینا رو با عرض معذرت خیلی سریع اینا رو خدمت میکنم. کاربرد انرژی جانم بین سوادیسان و مولادهارا، بله مولادهارا اگر نگاه بکنی توی چی بین مولادهارا قرار گرفته. این وقتی که تحریک بشه با ابزار مدیتیشن، بله
این شروع میکنه به حرکت کردن و چاکراها رو یکی یک باز میکنه. چاکراهای یکی یکی اینا رو باز میکنه و حرکت میکنه تا میرسه به از آجنام عبور میکنه و میرسه به ساها سرارا. این البته خب یه تمرین طولانی داره. اینا کاربرد انرژی کندالینی هم این 5 دقیقه آخر 2 دقیقه آخر هم میگیم. بله کندالینی به اشکال جناب بفرم به اشکال گوناگونی کاربرد داره. انیشتین اینو در قلمرو ظریف علمی به کار برد و موفق شد تئوری نسبیت رو کشف کنه. بله همینو. بله میگه کندالینی، ببین انفجار کندالینی ممکنه در هر کسی اتفاق بیفته ولی ابزارهای خاص خودشو داره. ابزارهای در معنویت میگن باید از طریق مدیتیشن اینو تحریک کرد، ولی از نظر علمی نه. وقتی انباش میشد اون اطلاعات اون داده ها انباش میشه، مثل نیوتن در زمان خودش این منفجر در واقع میشه انفجار کندالینی از درون. حالا ممکنه یا به صورت معنوی باشه یا به صورت علمی که اینا رو انجام دادن. بنابراین بله دقیقاً اینا. بله اگر کسی اینا را به هر طریق ببینید بعضی موقع یه موفقیت های کسانی کسب میکنن که همون در واقع تکون خوردن یا انفجار کندالینی بهش میگن. بنابراین انیشتین اونو در اون قلمرو ظریف علمی به کار برد و تئوری نسبیت رو کشف کرد. نیوتن با روشی متفاوت به جاذبه زمین دست پیدا کرد. خب ارشمیدس هم که وزن جامدات در سیال و در حوزه معنوی هاکوین زنجی با شنیدن صدای زنگ در معبد به بیداری رسید و هویننگ با شنیدن یک قرائت واجرا چدیکا یا سوره الماس به بیداری دست یافت. عطار نیشابوری با یک حرکتی از یک عارف به بیداری رسید و دکان به غارت داد. هاکوین زنجی با شنیدن صدای زنگ و همچنین آنشیگاو شاهزاده پارسی با خوندن سوره های آبیداما ماتا سانگا و سوره های راه حق به بیداری رسید. بنابراین انفجار کندالینی جنبه مذهبی نداره و کاملا علمی و حکیمانه است. شجاع مهندس